با هم آماده شیم بریم برج گالاتا. یه افسانه هست که میگه اگه با عشقتون جا بری در آینده با هم ازدواج میکنید. تو سال 1632 یه مردی به اسم هزارفن احمد چلبی عنوان نخستین انسان پرنده شناخته شده بوده و از برج گالاتا پرواز میکنه. طبق افسانه بغل برج گالاتا یه برج هست به اسم برج دختر. برج گالاتا عاشق برج دختر بوده، اما به خاطر تنگی بسفن اگه اشتباه نکنم، یعنی اون دریای بینشون، نمیتونسته احساسات خودش رو ابراز کنه. یه روز هزارفن همون انسان پرنده نامه عشق برج گالاتا رو برای برج دختر میبره و این داستان رمانتیک به یکی از افسانه‌های معروف ترکیه تبدیل شد و میگه که اگه دو نفر برای اولین بار با هم از برج گالاتا بالا برن، یعنی در آینده با هم ازدواج میکنن. یه اعتقاد رایج میون مردم وجود داره که اگه یکی از دو نفر قبلا با شخص دیگه‌ای رفته باشه، این جادو متاسفانه باطل میشه. آماده شدم که با هم بریم برج گالاتا. قبلش یه غذا بزنیم. قبل گالاتای کلیسا هم اومدیم. قشنگ تاکسیمون تا آخر اومده مستقیم بریم. گالاتا خیلی خوشگله. نم صفحه طویلشه برای اینکه بریم بالا. کافه‌های معروفش هم یکی اینه، یکی اونجاست. اینم کافه. همچنان صف. اینم ورودیش. سوار این آسانسور میشید میره بالا. شهروند ترکیه باشی 100 لیر، ولی خارجی باشی 30 یورو، یعنی 1300 لیر. کافه که میاد دیگه از تلفن میرید بالا. اینجا میتونید ببینید. منظره اینجا شو ببینید. این قسمت رو دوباره میریم بالا. ببینید بالا چه خبره. تو این طبقه آخرش هم اینجوریه. منظره رو ببینید. اینمون آدم پرنده است که گفتم. ببینید اینم برج دختره. اصلا این نشونتون. برای خروج هم دیگه باید از پلاژ برید، نمیتونید از آسانسور برید. خروج دیگه. این همون به اصطلاح اولین انسان پرنده است که من فکر میکنم تو برج گالاتا یه مردی بوده که یه دختری رو تو برج دختر دوست داشته و اینو نامه رو براشون میبره. یعنی منظور داستانی بود. وارد این مغازش میشیم که میتونید خرید کنید. از این برجا برای خرید داره. اینجا میتونید برای اینکه خاطره بشه 300 لیر بدین یه دونه از این پولا بگیرید. ویلوگای دیگه سفر من ببین.